برنامه اخباری آزادی است که از استودیوی رادیو آزادی در پراگ به طور مستقیم پخش می شود. در این برنامه آخرین خبرهای جهان تاجیکستان را همکارانم از پراگ و دوشنبه پیشنهاد می کنند. سلام بیننده عزیز، شما را من مومن احمدی همراهی می کنم. امروز 2 ایون است. سرخط خبرها: مذاکرات صلح در سایه بمباران‌ها. روسیه و اوکراین در شرایط پیچیده در ترکیه شرط‌ها برای رسیدن به صلح را بررسی می‌کنند. آب نمی‌رسد. ساکنان پایتخت افغانستان از کمبود آبی آشامیدنی اذیت می‌کشند. در سطح خانه یک خانه که او داره او هم آب شور قابل استفاده نیست. و به دنبال آن درباره جشنواره زنازنی با پامیدار گزارش می‌دهیم که در شهر سوترمچن کلمبیا جریان دارد. قرار است امروز دور 2 مذاکرات صلحی هیئت‌های اوکراین و روسیه صورت بگیرد. به نوشته رسانه‌های دولتی روسیه، هیئت رسمی کشور شام 1 ایون به فرودگاه استانبول رسید تا در گفت و شنید شرکت کند. عین زمان بر اساس فرمان رئیس جمهوری اوکراین، هیئت این کشور را باید رستم اومروف وزیر دفاع رهبری کند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه از او نخست درباره جزئیات گفتگوها در استانبول پرسیدم. اوکراین در این دور مذاکرات ظاهراً موقع قوی‌تری خواهد داشت، چون نیروهای آن در یک حمله بی سابقه با استفاده از پهپادها چندین هواپیمای جنگی روسیه را نابود و یا ویران کردند. پهپادها را در ماشین‌های چوبکشی پنهانی به نزدیکی پایگاه‌های نظامی رسانده و سپس از آنجا حمله بردند. خدمات امنیتی اوکراین ادعا کرد که در حمله روز 1 ایون 40 هواپیمای جنگی روسیه را زدند. ولادیمیر زلنسکی نتیجه حمله را فوق‌العاده درخشان نامید و گفت که طرح‌ریزی این عملیات 1.5 سال را در بر گرفته است. با وجود عزم مذاکرات، به گفته کارشناسان، اختلافات دو طرف روسیه و اوکراین بسیار عمیق است و امکان رسیدن به سازش هم ناچیز میماند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 30 می گفت که حکومت روسیه تمام کار را میکند که مذاکرات پیشنهادی صلح هیچ ثمری ندهد. پیشتر از این در حمله‌های هوایی روسیه به شهرهای خارکوف و کیف 10 نفر زخم برداشتند و بناهای استقامتی و انشاءات معمولی زیاده آسیب دیدند. سوال دیگر از همکارم درباره آن بود که آیا در این مذاکرات نمایندگان کشورهای دیگر هم حضور خواهند داشت و یا هیچ پیشنهادی برای ختم جنگ در میان گذاشته می شود؟ کیت کلاک، فرستاده خاص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت که نمایندگان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا در ملاقات استانبول در ترکیه شرکت می‌کنند. روسیه گفته است که در مذاکرات یادداشت حسن تفاهم درباره شرط و شرایط صلح را پیشنهاد می‌کند. اوکراین هم گفت که آماده شرکت در مذاکرات است، ولی باید پیشنهادهای روسیه برای پایان دادن به جنگ را اول ببیند. در طرح پیشنهادی اوکراین در مذاکرات که خبرگزاری‌ها بعد تازگی نشر کردند از جمله آمده است حکومت اوکراین پیشنهادی کشوری بی‌طرف را قبول ندارد و حق دارد که عضو ناتو یا اتحادیه اروپا باشد. روسیه می‌خواهد اوکراین کشوری بی‌طرف باشد و نباید عضو ناتو بشود، شرطی که ولادیمیر زلنسکی قبول ندارد. یک پیشنهاد دیگری اوکراین تبادل تمام اسیران جنگی است و هم به گفته اوکراین بحث سر قلمروها باید فقط بعد قطع جنگ صورت بگیرد. تشکر از طاهر سفر. تفصیلات بیشتر در این موضوع در سامانه آزادی ارگ بخوانید. نماینده اتحادیه اروپا میگوید مسئله ژورنالیستان زندانی از جمله رخشانه حکیمووا را پیگیری میکند. در جریان زیارت از تاجیکستان، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی ادوارد ستیپرایس درباره همکاری این سازمان معتبر بین المللی با تاجیکستان معلومات داد.
همین لحظه ها این مصاحبه ویژه برای نشر در سامانه رادیو آزادی و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی آماده می شود. اما قبل از آن پاره از این صحبت را پیشکش شما می کنیم. طور خبرنگارمان ارشاد سلیمانی معلوم کرد جناب استیو رایس که خود زاده لیتوا می باشد از سالهای جوانی به برنامه‌های رادیو آزادی توجه خاص داشته است. Thank you for this question and thank you for your service. تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را با مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه‌های رادیوی اروپای آزاد با زبان لیتوانی به وایه رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همینطور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادینه کردن نهادهای دموکراتیمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم با شما بگویم که هم در بریوسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری می‌دانید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریباً 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون‌ها نفر پایه‌گذاری شده است. In broadcasting true information, as I said, to millions of people. ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام‌های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصاً قضیه رخشانه حکیم و من میخواستم بدانم که دقیقاً آیا همین چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟ Yes, actually, I can tell you that indeed the case of. بله، با شما گفتم میتوانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند اقدامات، اظهارات، دیمارش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند. بینندگان ارجمند، این صحبت را در شکل کامل در سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی تماشا کنید. مردم شهر کابل پایتخت افغانستان سالهاست که از کمبود آب پاک تنقیصی میکشند و این مشکلشون امسال بدتر شده است. سیستم آبرسانی شهر که در جنگ و بمبگذاری‌ها آسیب زیاد دیده است، 10 سالها باز تعمیر نشده است و از دست طالبان حاکم در افغانستان هم تاکنون هیچ چیز نمی‌یابد تا تامین مردم را با آب بهتر کنند. گزارشی زرانگیز نوروزشاه در همین باره است. هر هفته بیبی جان قسمی از معاش ناچیز شوهرش را برای خریدن آب صرف می کند. آب را آنها از ماشین های برکش با نرخی گران می خرند. دیگه پدر شکای ما دیگه روز داره، روز 100 روپیه میشه برش، 1.5 ساعت میشه، 120 روپیه میشه. با چون اگه او ضرورت داشتیم با امروز یک چیز نمیاره. با ما زیاد امی چی میکنیم، مشکلات خانه خگم چیز در خانه ضرورت میباشه میاره. با که گفتم که ندارم با 1-2 روزه با در بازار سودا مودای چیزش نمیاره، با پیسه را میاره با او میگیریم. محل زیست بیبی جان پایتخت افغانستان به کمبود آب روبرو است. افزایش با سرعت اهالی در شهر، فرسوده و بیکار شدن شبکه‌های آبرسانی و تغییریابی اقلیم سبب شده که ساکنان مثل بیبی جان مجبورند بعضاً میان آب و غذا یکی را انتخاب کنند. ما نه 32 تانکر او فروشا داریم، 50 خانه رو میتیم اور نوشیدنی. در دست خانه یک خانه که او داره
او هم آب شور است، قابل استفاده نیست. صرف هم یک شستن یک وسایل میشه و خوردن استفاده نمیشه. آبش مکمل شور است. آب سی نیست. باز تانکر نسبتا خوب است دیگه، از ما میخریم. کارشناسان مدت هاست از خطری بی آب ماندن کابل هشدار میدهند. حکومت طالبان طرحهای کارکرد آب و ساختن آبانبارهای خرد را در کشور آماده کرده است، اما مشکل مالی و نبود امکانیت‌های فنی اجرای آنها را به تأخیر گذاشته است. با گفته مسئولان، شبکه آبرسانی شهر که 10 سالها پیش ساخته شده است، توان تأمین پوره ساکنان را ندارد. خدماتی که ما برای ساکنان کابل پیشنهاد میکنیم تقریباً 20% طلبات عمومی را فرا میگیرد. 80% اهالی باقی مانده به آب نیاز دارند. وزارت ذخیره‌های آب و انرژی حکومت طالبان می‌خواهد آب رودخانه پنچیر را به پایتخت انتقال دهد، اما برای این تا 400 میلیون دلار ضرور است. در حال حاضر اساساً آب آشامیدنی کابل از منابع زیرزمینی گرفته می‌شود که بنا به گزارش سازمان مرسی کورپوس 80% آن افلاس است. چند پیش کمیته بین المللی صلیب سرخ یکی از 2 ایستگاه بزرگ آبرسانی کابل را با 4 لوله نوی آب تامین کرد. پیشتر آنجا فقط 1 لوله بود. دسترسی به آب واقعاً برای همه بسیار مهم است، مخصوصاً برای افغانستان که 4 ساله باز از جنگ رنج میکشد. ما تمام کار را میکنیم که عذاب و اذیت مردم کم شود و آنها به آب با صفت و همه خدمترسانی‌ها دسترسی داشته باشند. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان یکی از کشورهایی است که از پیامدهای تغییریابی اقلیم شدیداً رنج میکشد. قبول قانون و قاعده‌های محدود کننده مخصوصاً در نسبت زنان یکی از سبب‌های قطع کار و طرح‌های زیادی سازمان‌های جهانی در این کشور شد. حالا واقعیت این است که بیبی جان و مثل او بسیاری‌ها در کابل مجبورند آب را یا از چاه گرفته با عرابه به سختی به خانه برند یا با نرخ گران بخرند. یعنی ما هفته 200 روپیه میگیریم، اگر 200 روپیه یک چیز دیگه ما میشه. با ما بیخی ضرور است، به خودم اینه به دخترم، یعنی ما مشکل زنانه که می داشته باشیم ما مجبور هستیم ما از چیز دیگه از دواخانه چیز استفاده کنه نمیتونیم، از خانه استفاده میکنیم، با او را مجبور هستیم که یک روز گذشته بشویم. در بازارهای تاجیکستان نرخ پامیدور تقریبا با 15 سومانی برابر بوده. بعضی مشتریان از خریدن آن خودداری میکنند چون که گران است. در همین حال یک ولایت کلمبیا که 15 سال پیش به پرورش و کارکرد پامیدور روی آورده بود، امروز امکان دارد که تا 45 تن پامیدور را برای استفاده در جشنواره زن و زنی رمزی جدا کند. در این باره همکارم خیرامان بقازاده تفصیلاتی بیشتر دارد. روز 1 ایون در منطقه سوتامارچانی کلمبیا زنازنی رمزی با پامیدور یا خود جشنواره گراند توماتینا کلمبیا دایر شد. اشتراکچیان این معرکه با استفاده از پامیدورهای کمی ویران شده همدیگر را هدف قرار دادند. با نوشته خبرنگاری ریترز، جشنواره سوتامارچان واقع در 170 کیلومتری شمال بوگوتا پایتخت کلمبیا نسخه از جشنواره گراند توماتینا می باشد که همه ساله در اسپانیا برگزار می گردد. من در اسپانیا شاهد چنین جشنواره بودم و گمان نداشتم که ما هم به برگزاری چنین معرکه قادر خواهیم بود. خدا را شکر کامیاب شدیم و شما می‌بینید که چگونه مردم خوشحالند. امسال جشنواره گراند توماتینا کلمبیا باری 15 برپا می شود. رئیس سوتامارچان میگوید این فستیوال گواهی پیشدستی کلمبیا در پرورش پامیدور است. امروز ما یک جشن خاصی را تجلیل میکنیم. در گراند توماتینا کلمبیا هم ساکنان کشور و هم مهمانان حضور دارند. این یک جشن دستاوردهای اقتصادی سوتامارچان است که به پرورش و کارکرد پامیدور اختصاص یافته است. درآمد تقریبا 70-80% خانواده‌های سوتامارچان به همین ساحه بستگی دارد. این قدردانی زحمت آنهاست. پیش بینی می شود که در این جشنواره 3 روزه 45 تن پامیدور برای زنازنی رمزی 20,000 اشتراکچی گراند توماتینا کلمبیا تقدیم خواهد شد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. اخباری از این بیشتر در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.